Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان شبکه شهنان. امروز ما در دهه دهنو هستیم. برای تبریک کردن، برای در روز خورسندی، در روز زادروزشان تبریک کردن مادر عزیز خاندان موجوده خاله را در جشن مولودی خودستشان تبریک میگویم و اون لحظه های خورسندی رو همراه شمایان با هم میبینیم. اگر تیار باشید، اگر آغاز میکنیم، رفتیم. Boşaq canımga madorim, yalpizli lolali bahorim. Bu meningsan, men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Yalpizli lolali bahorim. السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، مادران مهربان، زن و بانوان زیبای شهر سمرقند عظیم، هر یکی شما را، قدم های مبارکتان را و روز زادروز موجوده خاله خوش آمدیتان میگویم. البته بملال باشم اگر از شما عذر میپرسیم. اول است که اگر شما ناراحت کرده باشیم، بی‌ذوقی کرده باشیم، به حضور شنیتان با موجوده خاله در کار نشون تا قرصک میزنیم، پیشاوبه تکلیف میکنیم. مرحمت موجوده خاله، بیت پیش موبه و قرصک بغن زنیم برایشان. شنیتان مهمانان عزیز، به حضور شیشته استراحت کرده تماشا میکنیم و البته بهره میبریم. موجوده خاله زادروز مبارک، روز خورسندی را، روز تولد را مبارک باد میگویم. فرزندان عزیز، نبیره های شیرین گفتند که مادری ما، مادری بجان برابری ما، همیشه صحت سلامت گردند، مانند گلهای زیبای سمرقند همیشه زیبا باشند، هیچ وقت درد و غم را نبینند. برای ما را به وای رساندند، چقدر که مهنت کردند، زحمت کشیدند، مهنت های حلال کردند، راحتش را در این پیری ببینند. همه خیلی خوش و خوشبخت کردند، ما خرسند، چرا که یگانه انسانی که بعد از خداوند باوری داریم این مادر ما هستند. همیشه صحت سلامت گردند. گفتن برای شما در سمرقند از همه گلهای زیبای انتخاب کرده آمدیم. مهمانیت قرصک میزنیم، گلهای میسپاریم. مبارک باشد. موجوده خانم، امروز روزی زادروزتان، خودش مهمانان عزیز اینجا و همه زن بانوان بودن. از زن، از مادر، از بانو سن و سالش را پرسیدن از روی آداب نیست. ما شوخی میکنیم، امروز میپرسیم از خاله جان امروز شنبه در آمدیم. قدر قرصک زنیم، 17 سال دلشان جوان، الان خیلی جوان شده گشتن گرید. روزی خورسندیتان مبارک باشد. امروز شما تبریک میکنیم از نام نبیره های شیرین که از دانکش هم مغز شیرین میگویند، از نام زرین بانو، سبین بانو، از نام قهرمان و کلین توشای خاندان. گفتن که ما هر دم کار و از پیش تشویش و زندگی هستیم. همین بیجانی من از آفتاب بر وقت میخیزند. برای نبیره هایشان یک آنجان دعاگوی، همیشه پند و اندرس میدهند. خورد خوراک را در همه زندگی چخیلی که کار کردن در کار همشه می‌آموزانند، یاد می‌دهند. فقط در سر ما صحت سلامت گردن شد. از خداوند شکرانه گفته میپرسیم که هم خیلی انسان ما را به دنیا آورد و ما را تربیت کردن. نقص میبینیم بی جان من، فقط ساق سلامت در سر ما گردن. برای مادر جان من یک شعر زیبا تیار کرده بیاید و البته برایشان رسانید. مادر ما فرشته خاندان ما هستند. مادر ما زر و زیور خاندان ما هستند. چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنایی بیقرارت مادر است. ای مسافر، در راه تو تا مجالی واپسین، با دلی زاری نیزاری انتظارت مادر است.
غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار در برد در هر برار و نابرارت مادر است. آن که سوزد تا که راهی تاریکت روشن کند، دلچراغی پرشراری شامی تارد مادر است. معجزه خدا مادران هم خیلی زن بودن که تا با بایه رسیدن فرزندها همچون شم خودشان می سوختند که اما راهی فرزندی من که در زندگی راهش یابد. همین زندگی به هیچ وقت پستی و ناخوشی زندگی نبیند. گفتن هر یک مادر آرزو میکرده است که فرزندی من خوشبخت‌ترین روی عالم باشد. گفتن شما یکی از آن زنها هستید. روز خورسندیتان مبارک و اولادتان مبارک باشد. امروزه بزم زیباروار دیگر مبارکباد میگویم برای شما فرزندان عزیز. البته نیت کردین که خدا خواهد همین مادرجان عزیزی خاندان ما و زیارتی کعبه الله فرستادنی تا آن دام باشد. اگر همین کتابی قیمت‌بهاترین کتاب قرآن است یاد گیرند، از یاد کنند و البته به زیارت کعبه الله رفته آمدن نصیب کنند. گفتم مرحمت با یک تا قرصه که برام میزنه. مبارک باشد. از نام نبیره‌شان تلفن کلام برای آن جان عزیزشان مبارک باشد. روز خورسندی را مبارک باد می‌گویم. معجزه خدا برای در نزدتان خواهران و فکرم خطا نکنم هم ماتون با یکدیگر مانند بگذار انم خیل زیب دوران و زرگرین خیل خاندان شده گردید. جان خواهرکم دل جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم. گفتگی از ازل کلان سالانی ما برای امروزه معجزه خالای 17 ساله ما یک تا خشر کرده سخنهای تبریکاتی را میشنویم. کدامتان سر میکنید؟ مرحبا. السلام علیکم. خوش آمدید تا مهمانان عزیز نوری دیگر تاج سر. امروز به عز تولد خواهرم من این کس یکتی مادرم این اکو 100 ساله شوند سرکی بچه کاشان ما حضوری حلاوت همین اکوی دیده ساق و سلامت گردن بیدرد و بیرند شده. گفتی اینو کم که کفشان رو خطی مفتم کعبت الله رفتم به خدا لایق گرداند. همه وقت سرکی بچه کاشان با کشکی دسترخانشان متواقعی سری دسترخانی همینا شده. حرمتی عزت و لایق شده گردن. الهیم 100 ساله شوند. به خاطر همینا شما میماندراتون و رحمت سخانه شینلتون و خوش آمدیدتان همه خطور. رحمت. ادا قرصت زنیم برای به خلیفه خالای عزیزی ما مبارک باشد. مردویتی الهی 100 ساله شوید. و خیلی نیستم به خیلیتان دراز رزقتان فراخت تگید چهره ایورا مونده گرده کشکه دسترخونین بچه کتان پوری ترمون شده گرده. رحمت سلامت باشند. روزی خورسندی مبارک باشد. تو شما هم تبریک کنه نکن. خواهرستم 100 پدرم اپشته همین پسروشون دختروشون حضور و حلاوتت بینم بابا ایشالا. رحمت مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک باد میگیم. البته حاضر من نبینید که معجزه خاله برای شما شیرینی تیار کردیم. خواهر شیرینی را میبریم. مرحبا. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до кого.
Самособ کنید. مبارک باشد. البته از شیرینی را می‌کنیم. البته حاضر من در اینجا فرزندانی از یک قطار شده ایستادن میخواهند مادر جان عزیزشان را تبریک گویند. مرحمت. الهی من بیکم فقط سرم بساق سلامت کردم یکم قسم داشتم. آنا جان ساق سلامت گردید بختمو باد هر دایم هر وقت سر در سخنمو باد پر پیمان شده گردید سر میبرتون بساق سلامت باشه. رحمت. این لحظه باشد موجه خلا با راهبری شمایان تمام امروزه مهمانان به رقص بازی خورسندی تکلیف میکنیم. البته رقص بازی کرده خورسندی کنیم شادیاغ نکنیم اگر امروز باز هم نور بالای نور میشود. مرحمت سراتای شوق برای شمایان مادران عزیز مرحمت یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم. مرحمت. کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یا که بینم رهایش کم تو حود سرد و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار
که گلزار دمیده بیایه بیایه که دلدار رسیده بیایه بیایه که گلزار دمیده بیایه بیایه که دلدار رسیده بیننده های عزیز، امروز ما در محله دهنه مهمان شده آجزه خاله را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم دیدیم. خود را احتیاط کنید.